این درست باید است. همین خیل باشد، چون که اگر این برای تو ضرور باشد برای این باید پرداخت کنی. بله. آیا میدونید که آدمان برای چی پول میدهند؟ نه برای دانش. وقتی انسان به ترینینگ میرود برای دانش پول نمیدهد، برای سطح و صفت زندگی آیندهش پول میدهد که آن را آرزو میکند. پول داده تو دانش ها را به دست میاری، در نتیجه به آرزویت میرسی. چطور آدمان میتوانند مناسبتشان را نسبت به ترینینگ ها تغییر دهند اگر آنها مشکلات داشته باشند، اگر رفتن نخواهند، اگر باور نکنند؟ آنها باید با کدام مقصد روند؟ سوال خوب دادید. با نگاه چی کنید. هدفها؟ وقتی آنها بیمار شوند و پول نداشته باشند، کاری کرده پول را یافته به بیمارخانه میروند کو. برای آنکه بیماری بواسیرشان به عصبشان فشار میآرد، مجبور میشوند که این کارا کنند. این نیز همون خیل است. زندگی زمان حتما آنها را مجبور میسازد که یابند. دو وریانت داری، یا به ترینینگ ها می آیی و ارزانتر میخوانی، یا با تجربه های شخصیت می آموزی ولی آن سرخراجات است. بعضی آدمان نزدم آمده میگویند این همه گپی خالی، سفسطه است و غیره. من میگویم پس برو، زندگی خودش به تو می آموزاند. زندگی خیلی خوب می آموزاند. تنها آدمان عادت کردند که این خیل آموزند، با درد، با عذاب، با ضرر، با قرض، با تحقیر. تا این عذاب ها را نکشند به قدر ترینینگ ها نمی رسند. خلاصه همین خیل است. این مقرری است.